به دوستای گلم، خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب من. توی این ویدیو با اینکه خیلی ویدیو آموزش کیف دوزی من گذاشتم، ولی لازم دونستم یک دور بیام از اول تمام لوازم کیف دوزی که خودم استفاده میکنه رو بهتون معرفی بکنم و بگم که چه وسیله‌ای واجبه برای داشتنش و چی رو نداشته باشین مهم نیست و میتونید جایگزین کنید. نکته اولی که باید بگم این که هر کدوم از این وسایلی که من دارم مخصوص برای منه، سلیقه منه و اصلا احتیاج نیست همینا رو تهیه کنید. شما هر چقدر بهتر یا معمولی تر یا هر چیزی که دوست دارین با توجه به چیزی که خودتون میخواید و احتیاجتونه میتونید تهیه بکنید و اصلا به این وسایل من دقت نکنید که دقیقا همینا باشه. خودتون میدونید که تمام هنرها توش هیچ بایدی وجود نداره که باید حتما این کار انجام بشه، حتما باید این مدلی دوخت بشه. نه، اصلا همچین چیزی نیست. شما هر کاری و هر روشی رو برای دوختتون استفاده بکنید که نتیجه کار خوب بشه و قابل قبول باشه، کارتون رو درست انجام دادید. اصلا به روش کار و وسایل دقت نکنید، یعنی دقت بکنید ولی خیلی گیر ندین که دقیق حتما باید همین باشه. شما هر روشی که به نظر خودتون درسته و باهاش راحت ترین برای دوخت کیف یا هر چیز دیگه ای میتونید استفاده بکنید. اگه این روش های اختراعی ماها نبود، هر شخص به نوبه خودش هیچ وقت هیچ چیز خلاقی به وجود نمی اومد. پس اینو در نظر بگیرید که شما خالق هنر خودتون هستین و با هر روشی که دوست دارین میتونید کیف، لباس یا هر چیز دیگه ای که دارید اون رو میسازید رو میتونید خلق بکنید و هیچ بایدی تو روش کار وجود نداره. امیدوارم که مفهوم و منظورم رو درست بیان کرده باشم. خب میریم سر وسایل کیف دوزی که مهمترین کار کیف دوزی یا هر کار دیگه انتخاب پارچه است و داشتن پارچه. خب مسلما پارچه نداشته باشید هیچ کدوم در ادامه هیچ کاری انجام نمیشه. من یه ویدیوی کامل از پارچه‌ای که برای کیف دوزی مناسبه رو حتما ویدیو میگیرم و در ویدیوهای بعدی حتما قرار میدم. پس انتخاب پارچه و جنس مناسب رو توی ویدیوهای بعدی حتما ببینید. ولی اولین چیز انتخاب پارچه است که شما باید برای کیفتون با توجه به چیزی که قرار بدوزین پارچه انتخاب کنید. مورد دیگه انتخاب لایی هستش که برای کیف دوزی باید ازش استفاده بکنید. خب لایی های مختلفی هستش که شما میتونید برای کیف دوزی استفاده کنید که توی ویدیوهای قبلی که لینکشو این بالا فکر کنم اگه درست اشاره کنم این بالا قرار میدم. شما میتونید برید اون ویدیو رو ببینید که لایه مناسب پارچه چی باشه و تمام توضیحات راجع به لایه هایی که برای کیف دوزی من استفاده میکنم رو ببینید. پس مورد بعدی انتخاب لایه برای ایستایی بهتر کیف. یه چیزی که شاید خنده‌دار باشه براتون و فکر کنید که واجب نیست ولی قطع به یقین واجبه و باید حتما ازش استفاده کنید، یه دفتر و خودکاره. به همین سادگی شما هر چیزی که قراره بدوزین اگه یه دفتر مخصوص به خیاطی داشته باشین و یه خودکار، میتونید تمام اندازه ها، تمام کارهایی که قراره بکنید، تمام طرحی که قراره بدین رو توی دفتر یادداشت کنید و این دفتر براتون بمونه. من بهتون میگم که اسم اون چیزی که قراره بدوزین رو حتما بالای صفحه بنویسید مربوط به کیف این، اندازه ها اینه، پارچه اصلی، پارچه آستر و حتی میتونید مراحل دوختم بنویسید. من همیشه بعد از نوشتن اندازه ها 1 2 3 میزنم، تمام مراحل هم جداگانه مینویسم، نه اینکه کامل بشینم داستان بنویسم ولی مثلا مینویسم که 1 زیپ پارچه اصلی. دیگه خودم متوجه میشم که این توی این قسمت قرار زیپ پارچه اصلی توی اولین مرحله دوخته بشه، یا 2 چسباندن لایی
تمام این مراحل رو اگه بنویسین، اگه 1 ماه دیگه، 3 ماه بعد، 1 سال بعدم بیاید دفترتون رو باز کنید، متوجه میشید که این آموزش مربوط به کدوم کیفه و روش دوخت و اندازه هاش چجوریه و براتون تا آخر میمونه. پس یه دفتر مخصوص و خودکارم کنار بذارید برای نوشتن اندازه ها و توضیحات اولیه. چیز واجب دیگه ای که باید داشته باشین، حالا با هر کیفیتی که هست، قیچیه. شما میتونید قیچی مختلف داشته باشین، هر مدل و هر سایزی که دوست دارین میتونید داشته باشید. من یه قیچی اصلی دارم، البته چون من قیچی خیلی دوست دارم قیچی زیاد دارم، ولی خب این یکی از بهترین قیچی های منه، ازش خیلی زیاد استفاده میکنم. این قیچی برای من پارچه میبره، یعنی مخصوص پارچه بری گذاشتمش که باهاش لای نبرم، باهاش کاغذ برش نزنم، که برای من همیشه تیز باشه، مخصوص پارچه. و همونطوری که خودتون میدونید یکی از چیزای مورد علاقه ما خیاط ها قیچیه، خیلی بهش حساسیت داریم و امیدوارم که این حساسیت رو توی برش بعضی از پارچه ها و لایه ها هم داشته باشین، به خاطر اینکه چسبی که توی لایه ها هست یا بعضی از پارچه هایی که پرز داره قیچی رو کند میکنه و شما ترجیحاً اگه یه قیچی معمولی رو برای برش لایی کنار بذارین، دیگه قیچی اصلیتون کند نمیشه. من اینجا چند تا از قیچیامو آوردم نشونتون بدم. یه قیچی اصلی دارم برای پارچه، یه قیچی معمولی دارم برای حالا استفاده روزمره، کاغذ میخوام ببرم، لایی میخوام برش بزنم، یا پارچه هایی که پرز داره احساس میکنم به قیچیم صدمه میزنه، من با این قیچی برش میزنم. یه قیچی کوچیکتر دارم که اندازه دهنش کوتاه‌تره، برای چرت زدن دور کار ازش استفاده میکنم. در اصل این قیچی هایی که دهنش یه ذره کوتاه‌تره برای پارچه های کوچولوتر برشش راحت تره تا این پارچه های بزرگتر. یه همچین قیچی دارم. یه قیچی دالبرم دارم که اصلا واجب نیست داشته باشین، ولی اگه داشته باشین هم بد نیست، برای خالی کردن دور کار یا چرت زدن قسمت های کرو میتونید از این قیچی استفاده کنید. من تا اونجایی که میدونم هیچ دستگاهی، من تهرانم، هیچ دستگاهی نیست اینا رو تیز کنه و اگه کند بشه نمیشه کاریش کرد، چون دستگاه مخصوص به خودشو داره برای تیز کردن اینا. همون چرت زدنی که اینو قراره انجام بدین شما میتونید با قیچی یه ذره دهن کوتاه‌تر میتونید انجام بدین. پس داشتن این واجب نیست، فقط یه قیچی خوبی داشته باشین که باش پارچه برش بزنید، چون اگه تجربهشو داشته باشین وقتی دارین پارچه برش میزنید اگه قیچی بد باشه واقعا اعصاب آدم خورد میشه و ادامه کار سخت میشه. واقعا باید یه قیچی تیز حداقل داشته باشین که اون آرامش اعصاب رو بهتون بده.